الرحمن الرحیم. به ادامه درس‌های شما معرفی کامپوننت‌های سوینگ و پایان رسیدن به کنترل‌های سوینگ را دیدین. سوینگ کنترل ها که یو آی اینترفیس سافیرتون توسطش دیزاین می‌کنین و کامپوننت ها رو هر کدام یکی یکی بشناسین و خواص شما طریق استفاده هر کدامش آشنا شدین. منوها و دایلوگ ها هم دیدین و بعد از معرفی کامپوننت های سوینگ یکی از دیگه از تاپیک هایی که ضرورت دارین تا بتونیم که یک سافیر واقعی و یک پروژه رو کار بکنیم موضوع کانکشن و دیتابیس است. دیتابیس کانکتیویتی، چیزی که در جاوا به نام JDBC یاد میشه، جاوا دیتابیس کانکتیویتی. میخوایم که آخرین تاپیک، آخرین پارت از درس کورس جاوا ادوانس تان شروع بکنیم و یاد بگیریم که چطور میتونید سافیر جاوا را با دیتابیس کانکت بکنید. یادتون باشه که برای خود پروگرامینگ لنگویج ها معمولا محدودیتی وجود نداره که شما یک از طریق جاوا و کدام دی بی ام اس و کدام دیتابیس میخوایم که کانکت بشیم، آیا دیتابیس ما اسکیل باشه، اسکیل سرور باشه، اوراکل باشه یا هر دیتابیس دیگه هم باشه. خود لسان ها، لنگویج ها، پروگرامینگ لنگویج ها در این زمینه محدودیتی ندارن. اما برای که بخوایم ما سافیر جاوا خود به هر کدام از این دیتابیس ها کانکت بکنیم، مطمئن به نیاز به چی داریم؟ و درایور او دیتابیس داریم، نیاز به فریم ورک، نیاز به پکیجی داریم که امکان برقراری ارتباط با او دیتابیس برای ما فراهم بکنه. و به این خاطر زمانی که از نتبینز استفاده میکنین، از بین دی بی ام اس ها ما اسکیل را درایورش با خود نتبینز داریم، یعنی نیاز به اینستالیشن، نیاز به کانفیگوریشن و تنظیمات جداگانه نیست. اما اگه بخواید که جاوا با دیگه دیتابیس کانکت بکنین، چرا ممکنه نیاز باشه کمی درایور خودتون دانلود بکنید، از اینترنت اینستال بکنید، کانفیگوریشنش هم شما انجام بدین. و به همین خاطر است که اکثر پروژه‌هایی که شما می‌بینید توسط جاوا کار میشه، معمولا دسکتاپ اپلیکیشن سافیرهای جاوا را با دیتابیس ما اسکیل کانکت می‌کنین، معمولا نه با دیگه دی بی ام اس ها. و خب ما اسکیل بعدن یا در گذشته شاید خوانده باشین یا بعدن بخونین خود دیتابیس مستقل جدای از بحث پروگرامینگ با عنوان دیتابیس بخونین و ببینید که واقعا امکانات و فواید خوبی داره، ویژگی‌هایی داره که باعث شده اینقدر مشهور و محبوب باشه و تقریبا انتخاب اول بین دیتابیس ها باشه. به این خاطر که اوپن سورس هست. وقتی که یک سافیر اوپن سورس باشه، معمولا فری هم هست، رایگان هست، هم فری آف چارج هست، هم یعنی شما هزینه‌ای برای بعد آوردنش، دانلود کردنش پرداخت نمی‌کنین. پس وقتی شما پرداخت نمی‌کنین، یعنی مشتری شما پرداخت نمی‌کنه، پس مجبور نیست مشتری هزینه اضافی هزینه بیشتر پرداخت بکنه. و هم فریدوم هست، آزادی هست در تغییر دادن در خود دیتابیس. اگه ببینید وبسایت‌های بسیار بزرگ مثل فیسبوک و کمپانی‌ها، شرکت‌های بزرگی مثل فیسبوک میان از دیتابیس ما اسکیل استفاده می‌کنن. برای اونها مهم فکر نمی‌کنین رایگان بودنش باشه، چون شرکت‌ها درآمد و هزینه بودجه زیادی دارن، میتونن سالانه چندین هزار دلار، چند صد هزار دلار به خاطر دیتابیس پرداخت بکنن، هیچ براش اهمیتی نداره. اما برای اون شرکت‌های بزرگ بیشتر فریدوم هست، نه فری آف چارج بودن هست، به خاطر اینکه اونها اجازه رو داشته باشن که بتونن تغییرات هم بیارن در سافیرهای اوپن سورس. بر علاوه اینکه از اون سافیر شما استفاده می‌کنید، میتونید که در کدهای او هم تغییر بیارین. همین کلمه این مفهوم میرسونه. اوپن سورس، سورس کد او باز است، قابل دسترس است، شما میتونید دانلود بکنین، از خود سافیر استفاده بکنین و یا هم کدهای اصلی او سافیر رو به دست بیارین و این اجازه توسط او شخص سازنده یا شرکت سازنده بهتون داده شده که اگه خواسته باشین کاستومایز بکنین و میل خودتان تغییرات بیارین. چیزی شما او سافیر ضرورت ندارین، منظر شما اضافی هست، در شرکت شما نیاز نیست او رو حذف کنین. چیزی شما ضرورت بیشتری دارین، امکانات بیشتری میتونین خودتان براش اضافه بکنین، پس ورژن متناسب به خودتان رو بسازین. یکی از دلایل بسیار زیاد شهرت ما اسکیل هست. اوپن سورس بودنش، رایگان بودنش هم زیاد تاثیر داره برای شرکت‌های کوچکتر، خصوصا شرکت‌های شخصی و کمپانی که شما در افغانستان کار می‌کنید. اکثریت خب نمی‌خوان یک هزینه چند هزار دلاری را به خاطر خریداری خود دی بی ام اس سافیر و سرور پرداخت بکنن. و دیگه خاصیت‌ها و خوبی‌های ما اسکیل یک کراس پلتفرم هست و به این معنی که شما می‌تونید در هر اپراتینگ سیستمی از ما اسکیل استفاده بکنید. پس میتونه که سرور او نتورکی که ما استفاده می‌کنیم در اونجایی که کار می‌کنیم ویندوز باشه، ویندوز سرور باشه، میتونه لینوکس باشه، میتونه یونیکس باشه و بالا خود کامپیوتر مکینتاش هم میتونید مک او اس اینستال بکنید. وقتی که میگیم یک سافیر کراس پلتفرم هست، یعنی وابستگی به سیستم عامل نداره، میتونید در هر اپراتینگ سیستمی ازش استفاده بکنید. یک تعدادی از خواص و خوبی‌ها، ویژگی‌های ما اسکیل براتون لیست کردم که بدونید چرا مشهور است، چرا محبوب است و چرا استفاده میشه. اگه نه رقبای زیادی داره اسکیل سرور مایکروسافت، اوراکل، در حالی که معمولا اوراکل از اعتبار بالاتری برخوردار هست به خاطر که یک شرکت بسیار با تجربه، یک شرکت قوی و معتبر او را ساپورت میکنه، حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. اما سافیری که ما اوپن سورس هستن معمولا یک شرکت خاصی نیست که را ساپورت بکنه، حمایت بکنه. و یکی میگه ما اسکیل، تصور بر شما دست نده که ما اسکیل بس این اسکیل شخصی من ها، یعنی یک چیز پرسونال است برای یک کامپیوتر مناسب باشه. اصلا نه. گفتم براتون بزرگترین شرکت ها در سطح جهانی، وبسایت های بزرگی مثل فیسبوک، یاهو، ناسا، اینا همه از چی استفاده میکنن؟ از ما اسکیل استفاده میکنن. پس بدونید که ما اسکیل یک دیتابیس شخصی نیست که بالای بگیم فقط یک کامپیوتر اینستال بکنیم. در بزرگترین شرکت ها، در بزرگترین وبسایت ها میتونه که استفاده بشه. همه دی بی ام اس ها مالتی یوزر هستن، یعنی چندین یوزر میتونه همزمان کانکت بشه و از دیتابیس استفاده بکنه، همزمان میتونه لاگین بکنه. سوالی ندارید؟ یک معلوماتی بود، یک معرفی و مقدمه در مورد دی بی ام اس ما اسکیل که ببینید که چرا در سافیرهای جاوا هم اولین چیزی که هست، اولین دیتابیسی که ما با او کار میکنیم ما اسکیل است. بازم تاکید میکنم جاوا محدودیتی و کانکشن به دیگه دیتابیس ها نداره. جاوا رو به اسکیل سرور، جاوا رو به اوراکل هم میتونید کانکت بکنید. اما یکی از بیشترین انتخابایی که برای پروژه هست ما اسکیل است. رایگان است، اوپن سورس است، محدودیتی نداره، در هر سیستم عامل کار میکنه. این دلیل باعث میشه که در کنار سافیر جاوا به عنوان دیتابیس، به عنوان بک اند شما بیاین از دیتابیس ما اسکیل استفاده بکنید. پس یک بارم به این شکل موضوع براتون تشریح بکنم. برای یک پروژه که میتونه یک دسکتاپ اپلیکیشن باشه، یک سافیر، وقتی شما یک سیستم مدیریتی، یک منیجمنت سیستم برای یک شفاخانه، برای یک وزارت، برای یک اداره، برای یک کانتون، برای شرکت تجاری میسازین، و پروژه همیشه دو بخش تشکیل میشه. چیزی که بهش میگیم فرانت اند و
بک اند. فرانت اند هدف از یو آی یا یوزر اینترفیس است، چیزی که شما از ابتدای کورس جو ادوانس تا به حال یاد گرفتین که چطور اینترفیس صافی را به وجود بیاریم. اول لیدابیلیتی رو دیدین، بعد سوینگ یاد گرفتین، کامپوننت ها را فریم بسازیم، عناصر اضافه کنیم، ایونت ها رو هندل بکنیم، لی‌آوت را مشخص بکنیم. این مسائل مربوط فرانت اند میشه، یعنی اون صفحه‌ای که یوزر با او ارتباط داره، چیزی که یوزر می‌بینه، میتونه کلیک کنه، انتخاب بکنه، منوها هستن. اما یک پروژه فقط از این بخش تشکیل نمیشه. مطمئن دیتا یک سافیر در خود اینترفیس ذخیره نمیشه و نباید هم که بشه. آیا میشه که به عنوان یک یوزر زمانی که از یک سافیر استفاده میکنم، دیتایی که ثبت میکنم در کامپیوتر خودم ذخیره بشه؟ خب کامپیوتر من بعدا خاموش میشه، کامپیوتر من گم میشه، کامپیوتر من خراب میشه. پس نباید اون دیتا در کامپیوتر خودم ذخیره شده باشه. یقینا که باید سنترال سیستم وجود داشته باشه، سیستم مرکزی. این دیتا از همه یوزرها از کامپیوترها جمع آوری بشه و در یک نقطه مرکزی ذخیره بشه که اون مفهوم هدف از بک اند هست، پشت صحنه، چیزی که یوزر او را هیچ وقت نمیبینه و با او ارتباطی نداره. اینجا هدف از کور دیتابیس است، خود دیتابیس، تیبل ها، ریلیشنشیپ بینشان، که به خاطر که این بخش رو دیزاین بکنید باید که خب کورس‌های دیتابیس رو تعقیب بکنید، دیتابیس آنالیز اند دیزاین یاد بگیرید، کی ها رو بشناسید، پرایمری کی، فورین کی، درجه رابطه، نوعیت رابط، نرمالیزیشن، همین مسائلی که شما در پانتون خواندین و می‌خوانید به خاطر که بتونید یک پروژه رو به تنهایی هم انجام بدین. اما وقتی به شکل تجاری ببینید در بازار و در مارکت داخل شوید، واقعا نیاز نیست که یک جاوا پروگرامر دیتابیس رو هم بسیار تخصصی یاد داشته باشه، چون اگر موضوع یک پروژه بزرگی باشه و به شکل گروهی، به شکل تیم ورک کار بشه، به شکل تیمی، میشه یک شخص فقط وظیفش دیزاین کردن اینترفیس باشه، شخص دیگه فقط وظیفش دیزاین کردن خود دیتابیس باشه و یک شخص سومی بیه ارتباط و کانکشن بین فرانت اند و بک اند برقرار بکنه. پس او پروگرامری که اینترفیس رو دیزاین میکنه میتونه هیچ چیزی از دیتابیس یاد نداشته باشه. یک اگر آشنایی داشته باشه بهتر هست، چون میتونه اینترفیس مناسب‌تر رو دیزاین کنه. اما میتونه بله هیچ بلدیتی به دیتابیس نداشته باشه. در حالی که کسی که دیتابیس رو دیزاین میکنه او که باید دقیقاً یک دیتابیس دیزاینر باشه، بتونه آنالیز کنه، تجزیه و تحلیل بکنه. و کسی که کانکشن بین فرانت اند و بک اند برقرار میکنه او باید از هر دو اطلاعات داشته باشه، هم در مورد اینترفیس و هم در مورد دیتابیس معلومات داشته باشه تا بتونه که ارتباط رو برقرار بکنه. پس میخوام به این شکل بهتون بگم که برای پروژه دفاعی خودتون، برای مونوگراف خودتون، بله شما باید به تنهایی کار بکنید. شاید دو نفر یک پروژه انتخاب بکنید، سه نفر انتخاب بکنید که پالیسی پانتون فرق میکنه، بعضی پانتون اجازه میدن، بعضی نه، بعضی دیپارتمنت ها اجازه میدن، بعضی نه، حتی در سالهای مختلفی پالیسی هم تغییر میکنه. ممکن به شما گفته بشه که شما باید به تنهایی کار بکنید، فقط خودتون یک پروژه رو کار بکنید. پس در صورت خودتون همه کاره باید باشین، هم دیتابیس رو خودتون دیزاین بکنید، هم اینترفیس رو بسازید و هم کانکتیویتی بین فرانت اند و بک اند رو به وجود بیارید. اما در صورتی که تیم ورک کار میکنید، دو نفر بودین، میتونید یک نفرتون وظیفه دیزاین کردن اینترفیس و یکی دیتابیس رو به عهده بگیره. و شما سعی کنید که همه مهارت‌ها رو داشته باشین تا بتونید در هر شرکتی و هر پوزیشنی در هر جایی کار بکنید، یعنی بتونید فرصت‌های شغلی بیشتر رو بتونید استفاده بکنید. اگر محدود بشین فقط به یک بخش، خب مطمئن فرصت‌های محدودتری هم دارین، کمتری که بتونید بعداً در جایی کار بکنید، استخدام شوید. سوالی ندارید؟ این معلومات عمومی. بسیار خوب، پس ببینید برگردیم به موضوع درسی خود ما. می‌خوایم که دیتابیس کانکشن رو ایجاد بکنیم. برای این مثال هنوزم دمو پروژه‌ای که از قبل داشتیم، پروژه او پی بود شما. پروژه اوپی هنوز هم اینجا کار میکنه. پروژه این پروژه جدیدی هم بسازم فرق نمیکنه، حداقل یک فریم جدید بسازیم. مثلا این دمی پکیج اوپی یک فریم جدید میسازم و این باشه که فرست جی دی بی سی ها نام فریم را این میمونم. اولین مثال ما برای دیتابیس کانکتیویتی یک فریم هست، مثل که روز قبل دیدین یک فریم سوینگ کلاس فرست جی دی بی سی اکستنس جی فریم کرده. مسئله که وجود داره وقتی که گفتیم شما میخواین که از جاوا و یک دی بی ام اس کانکت بشین، جاوا مستقیما خودش این نمیتونه که به دیتابیس کانکت بشه. برای برقراری این ارتباط باید چی وجود داشته باشه؟ یک فریم ورک، یک لایبرری، کتابخوانی از کدهایی که از قبل نوشته شده که در جاوا مفهوم درایور برش گفته میشه. یک درایور نیاز از ضرورت است، شبیه همون چیزی که درایور شما در کامپیوتر خودتان میشناسین که مثلا ویندوز اینستالیشن میکنید و درایور میگن گرافیک رو باید اینستال بکنین یا درایور فلان رو اینستال بکنین. پس ببینید ما هاردویر را داریم، اما برای اینکه بتونید از سافت ازش استفاده بکنیم نیاز است که یک چیزی، یک واسطه بینشون قرار بگیره تا ارتباط رو برقرار بکنه. در غیر از اون مجبور میشین که تمام کدها رو خودتان نوشته بکنید. همون مثال هایی که در شروع اینترفیس های گرافیکی براتون گفتیم یادتون است، برای ساختن یک بتن دیدین بیشتر از چند هزار خط کد نیاز بود. اینا برای کانکشن به دیتابیس هم اگر بخواید که خودتان شروع کنید بنوشتن کدها بازم چند هزار خط کد نیاز است. من مطمئنم که این کار یک پروگرامر برای پروژه امروزه انجام نمیده. و به این خاطر هم مفهوم کد ریوز باشه و مفهوم دوباره ابجکت اورینتد برمیگردیم. پروسیجرال نباشه دیگه که هر جای خودمون کد نوشته بکنیم و کلاس های از قبل ساخته شده باشه که شما بتونید فقط با ساختن ابجکت کلاس از اون کلاس استفاده بکنید. واسه کدها بیلت این هستن، پیش ساخته از قبل توسط اشخاص و شرکت‌ها نوشته شده و مفهوم فریم ورک آلردی کد یا لایبرری کتابخوانی از کدهای آماده وجود داره. برای کانکت کردن جواب هر دی بی ام اسی گفتیم شما به درایور اون نیاز دارین و درایور ما اس کیو چون مشهور است چون پر استفاده است از قبل با خود نت بینز موجود هست. نت بینز ورژن 7 اگه از ورژن دیگه استفاده می‌کردیم و دیدین که نبود این درایور، میتونین فایلش پیش مست جدا کنه براتون بتون یک پکیج از یک فایل زیپ هست و اون رو خودتون بیاین و پروژهتون اد بکنین و یا اگر پیش نبود اول از اینترنت دانلود بکنین، موضوعی نداره. پس اول با میایم و برای هر پروژه جاوا یک بار در شروع کار اون پروژه این درایور و پروژه خود اد می‌کنین. اگه فعلا ببینیم من بیام در قسمتی پروژه یک پروژه از ابتدا براتون نشون میدم. اینجا پروژه زیادی لیست شده ولی شما با یکیش فوکس کنید، تمرکز کنید، فکر کنید پروژه دیگه اصلا نباشن. خب این دکتر ما به این شکل است که شما فکر نمی‌کنید به شکل باشه. پروژه به نام او پی داریم که از شروع کورس با این پروژه کار می‌کردیم. هر پروژه‌ای که در نت بینز باز کنید به این شکل براتون نشون داده میشه. سورس پکیج و لایبرری. اینجا سورس کد ها قرار میگیره، یعنی اون کلاس هایی که شما میسازیم میتونه داخل پکیج ها قرار گرفته باشن، کلاس های زیادی داشته باشیم. مفهوم پکیج اونها رو دسته‌بندی بکنیم،
کالکشن گروپ بندی بکنیم. و در این مثال لایبرری رو می‌بینید که مطمئنا باید با هر پروژه لایبرری چی داشته باشیم؟ JDK جاوا دیولپمنت کیت، یه کور کلاس‌های جاوا هستن، هم کلاس‌های اسکنر، کلاس‌های سوینگ، کلاس‌های ابیلیتی، هم چیزایی که تا به حال ازش استفاده کردیم. اما با خود لایبرری جاوا در هسته خود جاوا کور جاوا کانکشن به دیتابیس نداریم، لایبرری یا درایوری برای کانکشن به دیتابیس نداریم. پس ما میایم با اون لایبرری رو درایور اد می‌کنیم به پروژه. بالای خود پروژه رایت کلیک کنین، پراپرتیز و در قسمت لایبرری ها ببین اینجا می‌بینید که فعلا لایبرری با پروژه ماد نشده. ما اینجا کلیک کنید اد لایبرری، لیست از لایبرری هایی را که با خود نتبینز موجود هست براتون اینجا آورده. لایبرری زیادی هست مطمئنا و فریم ورک های زیاد داریم، گروبی هایبرنیت برای انجام دادن پروژه های دیگه، مثلا پروژه وب را اگه بخواید کار بکنید میتونید از این فریم ورک ها استفاده بکنید. در این لیست میتونید سرچ بکنید، پایین بیاید که من تایپ میکنم همینجا دیگه ما SQL JDBC درایور، ما SQL جاوا دیتابیس کانکتیویتی درایور هست. پس یک لایبرری است در اصل میایم و اون رو به پروژهتون اد بکنین. اد کردم و اوکی. مثلا یک پروسه کوتاهی یک لحظه دوباره پروژهتون رو کامپایل می‌کنم. اینا رو می‌بینید که در قسمت لایبرری های پروژه ما بر علاوه JDK اینا ما کانکتور چی رو داریم؟ ما SQL رو هم داریم. پس می‌تونیم اینا رو بگیم که کانکت بشه. لایبرری های جاوا با پسوند جار هستن. انتهای خط بخونید .jar جار اپلیکیشن جاوا با پسوند جار هستن. پس این لایبرری با پروژه خود اد کردیم و اینا رو می‌تونیم که بعد دیویس ما SQL کانکت شویم. اما همین لحظه نمی‌تونیم به SQL سرور یا با اوراکل یا با دیگه دیتابیس ها کانکت شویم، چون ما فقط درایور ما SQL داریم و اینجا اد کردیم. دیگه دیتابیس ها رو درایورش اینجا نداریم. برای کار کردن یک مثال، یک نمونه مثال می‌خوایم یک بتن رو درگ بکنم در فریم رفتی با موضوع دیتابیس کانکتیویتی که نداره و مثال با این کار بکنیم. پس این بتن نتکسش رو تغییر میتونم، من هم نام خود بتن رو می‌خوایم کد هایی که نوشته می‌کنیم برای که به دیتابیس کانکت بشه در داخل اکشن پرفورم دی بتن قرار بگیره که زمانی که کلیک کردیم بگیم و دیتابیس کانکت بشه. برای کار کردن با دیتابیس شما به سه اینترفیس ضرورت دارید. اینترفیسی به نام کانکشن، اینترفیسی به نام استیتمنت و اینترفیسی به نام ریزالت ست. اینا اینترفیس هستن. یعنی چی؟ یعنی فول ابسترکت کلاس دیگه. پس اگه بگیم اینا کلاس هم اصلا اشتباه نگفتین دیگه، چون اینترفیس ها در حقیقت کلاس هستن، کلاسایی که کاملا ابسترکت هستن. پس اینا اینترفیس هست، یعنی ابجکتشون ساخته نمیتونیم اینستانشیت نمیتونیم. اما یک واریبل از نوعشون معرفی بکنیم، قبلا هم گفتیم مشکلی داره؟ نه، دیگه مشکلی نداره، چون ما فقط یک ابجکت را دکلر کردیم، معرفی کردیم یک واریبل از نوع کلاس، از نوع کامپلکس دیتا تایپ، اما اینستانشیت نکردیم. نمیتونیم اینستانشیت کنیم. یکی بگیم مثلا نیو کانکشن ابسترکت از اینترفیس است، همین جزئی اصلا ارر میگیره و برای هر کدام دیگه نیو استیتمنت، نیو ریزالت ست گفتن نمیتونیم چرا که ابسترکت هستن. پس واریبل ها رو معرفی بکنین، اما برای اینیشیالایز کردنشون، برای مقدار دادن به اونها راه دیگه‌ای وجود داره. و همه این کلاس ها، همه این اینترفیس در پکیجی به نام SQL قرار داره. اون رو میتونید از java.sql ایمپورت بکنید. پس ببینید که خارج از بحث سوینگ یا AWT هست. دیگه کانکشن به دیتابیس مربوط به سوینگ یا AWT نمیشن. اونا فریم ورک هایی بودن برای دیزاین کردن UI یوزر اینترفیس، شکل ظاهری سافت توسطش دیزاین می‌کردیم. هر کدام از کلاس ها در پکیج وجود داره. پس یکی یکی هم میتونیم اونا رو ایمپورت بکنیم و مثل که قبل دیدیم بگیم همه کلاس های پکیج SQL ایمپورت کنن که دیگه نیاز نباشه یکی یکی اونا رو ایمپورت بکنیم. کلاس هایی که برای دیتابیس کانکتیویتی ضرورت دارین در پکیج SQL قرار داره. مثلا ببین شروع می‌کنم اینجا نوشته می‌کنم کلاسی به نام کانکشن، کنترل اسپیس می‌زنم که خودتون ببینید. کانکشن بخونید و شکلش رو ببینید که یک اینترفیس است. و دقت بکنید که اینجا com.mysql.jdbc آمده. این از پکیج مستقیم خود mysql نه. منظور ما گفتیم از کلاس ها در پکیج SQL هستن. قبلا هم دیدیم که ممکنه به یک نام کلاس در چندین پکیج وجود داشته باشد. پس با دقت رو ایمپورت بکنید. پابلیک اینترفیس کانکشن از پکیج java.sql. مثلا میگه این طرف اشاره بهتون چون مشخص کردم انتخاب کردم، همین لحظه برای ایمپورت کردم. import java.sql.connection. ولی را تایپش معرفی بکنیم. سی کان معمولا اختصار خودشون میگیریم. کانکشن کان برای استیتمنت ST و برای ریزالت ست هم RS معمول. اگه نه میتونیم واریبل ها رو به نام های دیگه هم بسازیم. پس ببینید به این شکل اگه بیم ترمینیت بکنم مشکلی نیست، واریبل دکلر کردیم معرفی شد. اما اگه بخوایم مساوی به نیو کانکشن نوشته بکنم دیگه اشتباه است، از ما قبول نمیکنه. بخونید connection is abstract cannot be instantiated. پس مطمئنا نمیتونیم مستقیما اینستنس او رو بسازیم. پس یا باید آبجکت چایلدش رو بسازیم یا یک روش دیگه وجود داشته باشه. در این مورد هلپر کلاس ها داریم. به خاطر اینکه کلاس ابسترکت است، کلاس های کمکی وجود دارن که به شکل غیر مستقیمی و این کانکشن را میسازن و وجود میارن. از کلاس های کمکی استفاده میکنیم. او کلاس درایور منیجر هست که به مو مفهوم بیایم. دقیقاً ما درایور ما اسکیل را داشتیم. پس اینا هم کلاسی به نام چی داریم؟ درایور منیجر. بخونیم پابلیک کلاس درایور منیجر در پکیج اسکیل قرار داره. آبجکت خود کلاس نمیسازیم چون متدش باید چی باشه؟ اگه بخوام مستقیما متد رو کال بکنم استاتیک باید باشه دیگه. و دقیقاً اون متد استاتیک گت کانکشن هست که میتونیم متد کال بکنیم. بخونیم پابلیک استاتیک کانکشن گت کانکشن. پس این متد به نام گت کانکشن ریترن تایپش چی هست؟ آینتینس نه استرینگ از نام کانکشن بازگشت میده و چون استاتیک است مستقیما میتونیم از طریق نام کلاس با او دسترسی داشته باشیم. آبجکت کلاس نسازیم. چند اوورلود داره؟ حالا سختی از زیر بشماریم. 1 2 3 اوورلود داره مطمئنا. یکیش از تایپ چی قبول میکنه؟ یک پارامتر فقط استرینگ یو آر ال قبول کرده. پس اینا باید آدرس مشخص بکنیم که با کدام سرور و کدام آی پی آدرس و کدام کامپیوتر میخوایم کانکت بشیم، دیتابیس در کجا قرار داره. و اوورلود دیگه هست که یو آر ال و پراپرتیز قبول میکنه. از این اوورلود نه یا از اوورلود اول یا از سومی استفاده بکنیم. اوورلود سومی یو آر ال قبول میکنه، یوزرنیم و پسورد هم قبول میکنه. پس اگر از اوورلود اولی استفاده بکنیم به این معنی نیست که یوزرنیم پسورد نباید یا نمیتونیم مشخص کنیم. چرا؟ در اون روش هم باید یوزرنیم پسورد مشخص بشه، اما به عنوان پارامترهای جداگانه تعیین نشده. پس این متد گیت کانکشن کال کردیم، یک پارامتری از تایپ استرینگ خواسته. فعلا یو آر ال نشون نمیکنم و فقط سمی کالم اضافه میکنم. ببین چرا ارر گرفته؟
آفرین دقیقاً، چون شما دیدین که کدها اشتباه نیست. کانکشن کان بار اول معرفی کردیم، درایور منیجر کلاس بود، متد گیت کانکشن استاتیک بود، پس مستقیما کال کردیم. گیت کانکشن از نوع چی بازگشت میداد؟ کانکشن. پس همه چیز درست هست، هیچ مشکلی وجود نداره. قوانین ما رعایت کردیم، کلاسیک ابسترکت بود، ابجکشن نساختیم، متد استاتیک بود، مستقیم کال کردیم. هر وقت به این شکل دیدیم که کدهای شما درست است، هیچ مشکلی وجود نداره، ایرار هم گرفته میشه، پس یک اکسپشن هست. اینجا امکان اجرا نشدن کد احتمال وجود داره. وقتی که ما بیایم اینجا مشخص بکنم باش بگم بینی سرور مثال است، این شکل حفظ نکنید، بگم بای آی پی مثلا کانکت بشه، آیا حتما موفق میشه؟ اصلا شاید نتورک قطع باشه، کانکت نباشه، ارتباط برقرار نباشه، وای فای که بوده قطع شده یا کیبل نتورک بوده قطع شده، یا اصلا ممکنه که آی پی نادرست باشه، اشتباه باشه، یا دو کامپیوتر که اشاره کنیم سرور اونجا داون باشه، آف باشه، غیر فعال باشه، خاموش باشه. پس اینکه چقدر احتمالات زیادی وجود داره که میتونه کانکشن مطمئنا موفق نشه با اینکه شکل کد ما درست هست. پس یه تونست مفهوم اکسپشن بود که ران تایم ارر، تا زمانی که کوشش نکنه یک بار سری نکنه که به دیتابیس و او سروری که میگه کانکشن معلوم نیست که آیا میتونه کانکت بشه یا نه، این کد یک بار باید اجرا بشه، ببینه که آیا میتونه کانکت بشه. اگر کانکت شد مشکلی نیست، موفقانه، اگر نه ارری به وجود اکسپشنی. پس اکسپشن رو چطور هندل می‌کردیم؟ ترای کش. پس این رو داخل ترای کش قرار بدیم. هنوزم هر جایی که ارر گرفته شده باشه میتونین که بیاین آلت و این طرف فشار بدین و به خود نتوینز بگیم که اکسپشن هندل کنه. اون شکلی هم براتون نشون بدم. همیالی بالای ایساهی که ارر گرفته شده آلت و این طرف فشار بدین، سرام استیتمنت ترای کش میگه استیتمنت داخل ترای کش قرار بده. ولی دیش خب دیدین که وقتی یک سافیر کد ها رو جنریت میکنه معمولا چیزای اضافی دیگه هم نوشته میکنه و دیدین که او اکسپشن مشخصا از نوع چی بود؟ SQL اکسپشن بود. پس وقتی به نتوینز این موضوع رو بسپاریم اون میاد و مشخصا از اون نوعی که هست رو کچ میکنه و بعد ببین که از کلاس لاگر استفاده کرده، گت لاگر نام خود کلاس آورده، گت نیم و بعد اومده او ارری که به وجود داده لاگ کرده، یعنی ذخیره کرده در اصل فایل که بعدا شما میتونید چک بکنید که دلیل چی بوده. خیلی اوقات ما نمیخوایم به این شکل کار بکنیم، مثلا اگه نخواستین که به این روش کدها تولید بشن میتونید که خودتان به این ترای کچ نوشته بکنید و اینا شما از تایپ SQL اکسپشن بگین که اینا چرا ارر گرفته، چون SQL اکسپشن خودش یک کلاس هست و اینا یک کلاس ما ایمپورت نکردیم. یادتون است اکسپشن ها هر کدام کلاس هایی داشتن برای هندل کردنشان. از قبل بعد بین آخرین درس‌های جاوا بیسیک خواندیم، اریتمتیک اکسپشن، ارای ایندکس، اوت اف باوند اکسپشن، انواع مختلف اکسپشن ها هر کدام یک کلاس هستن. پس میتونید اکسپشن مشخصی رو که اینجا وجود داره هندل بکنید و یا یادتون است که چی کنید، تایپ عمومی همین انواع اکسپشن ها. اینجا دیگه هم اکسپشن های دیتابیس، هم محاسبات ریاضیکی، هم اری، هم همین مسائل، همین انواع اکسپشن که به وجود بیارن ما شامل کردیم. اگه میخواین که پیام برای خودتون نشان بدین که شما چک بکنید در وقت دیولپمنت دیباگ بکنید، پس سیستم دات اوت بگین و این پیام در روی صفحه اینجا کانسول ظاهر بشه. اما این پیام گفتیم که یوزر نمیبینه، بعداً سافیر ما گرافیکی است دیگه از داخل نتوینز ران نمیشه. پس میتونید از همین پیام با اپشن 5 نشان بدین که یک پیام دیالوگ گرافیکی باشه، هم خودتون میتونید رو ببینید و هم یوزر بعداً میتونه رو ببینه. پس اینجا جی اپشن 5 شما مسیج دیالوگ پارامتر اول پرنتیس بگین و پارامتر دوم را اینا رو ببینید. میتونم بگم ارر اینجا نشد، could not connect to database. معمولا نمی پیام نشان داده میشه، اما نمیتونیم مشخصا به دلیلش اشاره بکنیم چرا نتونسته به دیتابیس کانکت بشه. گفتیم ممکنه آی پی غلط باشه، ممکن نتورک قطع است، ممکنه اون کامپیوتر خاموش باشه، سرور غیر فعال هست، دلایل زیادی وجود داره. پس ما نمیتونیم پیام مشخصی نشان بدیم. اگه تام باشه این کلاس ها به دلیل نیستن، همیشه پارامتری که میبینین از تایپ یک کلاس هست، حتما یک چیز مفیدی درش وجود داره. آبجکت اکسپشن، آبجکت کلاس های اکسپشن متدی به نام گت مسیج داره. پس میتونم بعد از اینکه پیام نشان دادم ایمیل کانکاتنیت کنم، آبجکت اکسپشن ای ساختیم، پس بگیم ای دات گت مسیج که پیامی که از جانب خود جاوا داده میشه دقیقاً پیام همون اکسپشن به دست بیاره. اصلا استرینگ یک گیتر هست. پس اینا اگر ایرری واقع میشه و نمیتونه به دیتابیس کانکت بشه، جاوا میدونه که دلیلش چی است، یا میگه یوزرنیم اشتباهه، یا میگه پسورد اشتباهه، یا میگه او کامپیوتر پیدا نشد و آی پی غلط است. پس اینا رو پیام اینجا ما نشان دادیم. برای خود ما خوب است، برای یوزر معمولا خوب نیست، چون این پیام برای اشخاصی که غیر مسلکی هستن نمیتونن چیزی ازش درک بکنن. این پیام تکنیکی هست یا تکنیکی است. اینجا سوال نداریم. چون روز اول است با معرفی کانکشن به دیتابیس سعی می‌کنم تمام جزئیات براتون بگم، خسته نشین از اینکه فکر نکنین که مشکل هست. بعدا می‌بینید که وقتی بخوایم کد رو نوشته کنیم یکی دو دقیقه بیشتر وقت ما اصلا نمیگیره، 3 خط کد میشه در مجموع. پس آبجکت کلاس کانکشن را ساختیم، ابسترکت بود، اینترفیس است. پس به این استفاده از کلاس درایور منیجر متد گت کانکشن کال بکنید. یک پارامتر از تایپ استرینگ میگیره، یو آر ال مشخص کنید که به کدام کامپیوتر و کدام سرور می‌خوایم کانکت بشیم و از نوع کانکشن بازگشت میده که طرف چپ هم واریبل از نوع کانکشن هست. اینا اینجا در مورد یو آر ال صحبت می‌کنیم. یو آر ال برای کانکشن به مای اس کیو ال یک فرمت به خصوص داره، حفظ بکنید. jdbc2.mysql./ ای به خاطر همین که ما داریم از درایور MySQL استفاده می‌کنیم. در هیچ پروژه جاوایی که با MySQL کانکشن ای تغییر نمی‌کنه. پس این رو برای حفظ بکنید jdbc2.mysql./ بعد از این چی قرار بگیره؟ بعضی باید به سرور اشاره بکنید، یا توسط آی پی آدرسش یا توسط نامش بهش اشاره می‌کنید و بعضی هم سلش که همون سروری که در اون دیتابیس قرار داشته باشه، یعنی دی بی ان اس سرور باشه، دیتابیس سرور باشه. بعضی هم نام دیتابیس رو اینجا میارین که می‌خواین از کدام دیتابیس استفاده بکنید و اگر اینجا از اورلود اولی استفاده کرده باشین دیگه فقط یک پارامتر استرینگ قبول می‌کنه. پس می‌تونید بعد از نام دیتابیس سوالیه
اضافه بکنید کیورد یوزر نیم مساوی و یوزری که از طریقش می‌خواید به دیتابیس کانکت شوین رو اینجا نوشته بکنید امپرساند به معنی اند پسورد مساوی و بعد هم پسورد تایپ بکنید. این موضوع احتمالاً براتون واضح هست که وقتی می‌خوایم به یک سرور کانکت بشیم و دیتابیس لاگین بکنیم یقینا چی نیاز است؟ یوزر نیم و پسورد نیاز است دیگه که اتنتیکیت شویم که تعیین هویت بشه که اصلا ما اجازه داریم به اون دیتابیس داخل شویم از اون سرور استفاده کنیم یا نه. اینکه نه که به یک کامپیوتر دیگه ریموت از راه دور کانکت شیم با او هک بشه هر کسی بتونه که کانکت بشه. پس ما باید برای ایجاد کانکشن برقراری ارتباط یوزر نیم و پسورد بدانیم. این علی براتون بگم که یوزر نیم و پسورد دیتابیس MySQL برای کانکت شدن یوزر نیم پسورد دیفالت چی هست؟ بگین یوزر نیم دیفالت روت هست و پسورد هم نداره. زمانی که شما به کامپیوترتون MySQL دیتابیس رو اینستال بکنین پس پیش از اینکه شما یوزر دیگه بسازین یک دیفالت یوزر خب باید وجود داشته باشه که اول از طریق او داخل شوین برای یک مرتبه اول و بعد بتونید دیگه یوزرها رو بسازین دیگه کارها رو انجام بدین. یوزر اولیه دیفالت MySQL که با اینستالشن خود MySQL به وجود میاد ROOT هست روت و پسورد هم نداره. شکلش اینجا براتون نشون بدم در کامپیوتر از قبل MySQL اینستال اون مسئله جدا صحبت بکنیم که اگر شما بخواید MySQL رو اینستال بکنید و استفاده کنید اون موضوع مربوط به جاوا نمیشه بس دیتابیس است. در پایان درس امروز براتون معلومات میدم. پس ببینید کامپیوتر از قبل MySQL اینستال است پس من نمیشه میکنم MySQL و اتفاقا امیل نمیتونم با MySQL کانکت بشه. این به معنای چی هست که من میگم در کامپیوتر من MySQL اینستال هست پس حتما اسکیل سرور استاپ هست MySQL یعنی داون هست سرور فعال نیست. این مسائل گفتم مسائلی است که با جاوا خب ارتباط نمیگیره. اگر معلومات داشته باشین خوب است یاد بگیرین. میریم در منوی رن و نوشته میکنیم services.msc که لیست سرویس های ویندوز بیاره که همه سرورها با عنوان یک سرویس اینستال میشن. اینجا لیست طولانی هست دوباره تایپ بکنین خیلی راحت پیدا بکنین. میبینید که اینجا MySQL وجود داره و استاپ بوده اینجا آپشن استارت فعال است. پس میریم با اون استارت استارت شد اینا میتونیم که کانکت بشیم. پس بنویشه بکنیم که MySQL البته باید براتون تشریح بکنم. مثلا میبینید که دیتابیس MySQL فعال است فقط همین اندازه. اینا رو ببینید برای اینکه به دیتابیس کانکت شویم به سرور کانکت شویم خب نام خود دیتابیس MySQL نوشته کردم. اینا رو باید یوزر پسورد تایپ بکنیم اتنتیکیت شویم. پس وقتی که از خود کانفرانت کار میکنیم داش یو برای یوزر نیم و یوزر نیم گفتیم چی بود؟ روت بود و داش پی برای پسورد چی بود؟ نداره از قبل پسوردی نداره مگر اینکه خودتون براش پسورد تعیین کرده باشین که اگه بار اول از دیسکانت یقینا که پسوردی نداره. این طرف فشار میتونم از ما پسورد میخواد بدون اینکه چیزی تایپ بکنم این طرف فشار دادم. پس میبینید که به دیتابیس MySQL ما بگیم کانکت شدیم یا بگیم که لاگین کردیم. همیشه نه تنها در MySQL برای هر دیتابیسی برای هر DBMS برای کانکت شدن باید یوزر نیم و پسورد رو تایپ بکنین اتنتیکیت شین بعد میتونین که از اون دیتابیس از اون سرور استفاده بکنین. واضحه این موضوع؟ پس جایی که میتود گیت کانکشن از کلاس درایور منیجر کال کردیم تا این قسمت ثابت بود JDBC 2 MySQL 2 اینجا IP سرور رو شما نوشته میکنین. اگه بخواید به کامپیوتر دیگه کانکت شوین یا همین IP کامپیوتر خودتون رو نوشته بکنین و میتونین نام کامپیوتر هم نوشته بکنین و وقتی که بعد کامپیوتر خودتون با عنوان سرور اشاره میکنین همیشه میشه چی؟ لوکال هاست. هر وقت در هر تکنولوژی به کامپیوتر خودتون با عنوان سرور اشاره کردین لوکال محلی یعنی ریموت نیست به کامپیوتر دیگه کانکت نمیشین کامپیوتر دور نه همین جسمی محل قرار داره لوکال هاست میشه که اشاره به کامپیوتر خودتون با عنوان سرور. نام دیتابیس هم که اختیاری است باید ببینیم که نام دیتابیس که بعداً میسازیم یا قبلا ساخته شده توسط خود ما یا شخص دیگه نامش چی بوده اون نام دیتابیس هم اینجا نوشته بکنین. یکی کدام گپی نداره. سوالیه یوزر نیم مساوی بین بگین یوزر نیم دیفالت چی بود؟ روت و پسورد هم نداشت. پس نه که نوشته نکنین چون دیگه اصلا پسورد هم میخواد نوشته کنین که اند پسورد مساوی بعد اما هیچ چیزی نوشته نکنین که پسوردی نداره. سوالی نداریم. این برای ایجاد کانکشن یک خط کد میشه در اصل کانکشن کان مساوی درایور منیجر دات گیت کانکشن بعد هم این یو ار ال نوشته بکنید و میگه خط کد شما تونستین به دیتابیس کانکت شوین. تا اینجا سوالی نداریم. بسیار خب پس همینجا که کد نوشته که میام یک بار رن میکنم میدونین که اگر این کد با موفقیت اجرا بشه چه اتفاقی میفته؟ فقط کانکشن ایجاد میشه ارتباط با دیتابیس برقرار میشه. اما منظورتون چیزی اینجا نشون میده؟ نه مطمئنا چیزی نمایش داده نمیشه اگر این کار با موفقیت انجام بشه. ولی دیدین که اگر با موفقیت انجام نشه در قسمت کچ گفته بودیم بسیار خوب که پیام خودتون دیدین که ببینید حالتایی که بتونه کانکشن برقرار نشه. نام دیتابیس ما چی نوشته کردم؟ دیتابیس نیم و دیتابیسی به نام دیتابیس نیم در کامپیوتر ما وجود نداره. دیتابیس دیگه هستن یا میتونیم دیتابیس بسازیم و سرور کانکت شد یوزر نیم و پسورد درست بود اگه نه از اونها ارور میگیره. اما میگه نمیتونه به این دیتابیس کانکت بشه چون این دیتابیس انون است ناشناخته یعنی اصلا وجود نداره نامش اشتباه شده. دقت دارین اگر اکسپشن واقع بشه این خوبی ترای کچ اگر نه که دیتابیس موجود میبود کانکت میشد و هیچ چیزی هم براتون نشان نمیداد. پس باید ببین این دیتابیس بسازیم به نام خود دیتابیس نیم یا نه منظور ما اینا بوده دیگه یک شکل کد اینجا براتون نوشته کردم باید که یک دیتابیس مشخصی داشته باشیم از نام خاصی استفاده بکنیم. میخواین اگه مثال ساده باشه دیتابیس هم بسازم باید که کامپیوتر دیتابیس از قبل وجود داره و میتونیم از اون نام استفاده بکنیم و این کاماند هم ساده است هم یاد بگیرین. اگه بخوایم لیست دیتابیس ها رو ببینیم شو دیتابیسز و این میتونه دیتابیس که هست رو براتون لیست میکنه. در حالی که میتونیم که بریم دیتابیس جدیدی هم بسازیم که فکر می‌کنم برای شما بهتر است که مثال ساده ببینیم. پس بگین که یک دیتابیس بسازیم ببینید که چقدر اسکیل ساده است. همون چیزی که هست ذهنتون به انگلیسی فقط نوشته کنین create database حتما باید نام دیتابیس نوشته کنین. نام بگیم برای دیتابیس تست ولی فکر کنم برنامه تست موجود است. پس یک نام دیگه بگین. بله OP
نام پروژه دقیقاً OOP یا هر نامی که میگین. دیتابیس بر نام OOP ساختیم، حروف کوچک. خب اینا دیتابیس ساخته شده. اما مطمئن چند تیبل داره؟ هیچ تیبلی. اگه بخواید لیست تیبل ها رو ببینیم، دقیقاً همون که گفتیم شو دیتابیسز یادتون باشه همیشه جمع است. حالا میتونیم بگیم شو تیبلز. مثلا قبل از اینکه بتونیم بگیم شو تیبل چی دارم میگه؟ نو دیتابیس سلکت. دیتابیس OOP رو ما ساختیم اما انتخاب نکردیم، ازش استفاده نکردیم. برای استفاده کردن یوز بگیم استفاده کن از دیتابیس. این مسائل گفتم با عنوان معلومات عمومی برای خودتون یاد بگیرید، ارتباطی به بحث جاوا نداره. و اینا اگه دوباره بگیم شو تیبلز امپتی خالی هست، هیچ تیبلی وجود نداره. اما به این اندازه کافی است نام دیتابیس OOP گفتیم. مثلا وقتی که اینجا کانکشن به وجود میاریم jdbc2.mysql./localhost نام دیتابیس OOP، سوالیه یوزر مساوی به روت، ان پسورد مساوی به چیز. این دفعه اکسپشن واقع نمیشه چون این دیتابیس وجود داره. اما بعضی که کلیک کنم هیچ کاری انجام نمیشه. ببین یک لحظه تاخیر کوچک داشت، یعنی کانکت شد، ارتباط هم یعنی برقرار است. شما با دیتابیس وصل هستین، سافر جویتون به دیتابیس کانکت شده اما هیچ کاری انجام ندادیم. اینا میتونیم بگیم تیبل ها رو بسازیم یا تیبل موجود باشه دیتاشون رو به دست بیاریم، کوئری اجرا بکنیم، کامنت ها، فرمان های مربوط به دیتابیس رو انجام بدیم. اینجا سوالی نداریم؟ بسیار خب این مورد استفاده از کلاس کانکشن. اینا رو ببین حداقل یک کوئری هم اجرا بکنیم. البته قبل از اینکه بریم کوئری اجرا بکنم ببین که تیبلی هم بسازیم، چون خب دیتابیس به هیچ شکل اصلا معنی نداره که فقط صرفا خود دیتابیس باشه و هیچ تیبلی نداشته، چون حداقل هر دیتابیس یک تیبل خوب داشته باشه. تعریف دیتابیس بگین collection of table collection of related data. حداقل باید مجموعه از جدول ها، این یک جدول که باشه. برای ساختن جدول بگین create table نام تیبل. اینا یک مثال خودتون انتخاب کنید. تیبل که می‌سازیم برای کی باشه، چی باشه؟ بله استودنت باشه، مثال ساده استودنت. پس create table student و همینجا میتونم کوئری رو ترمینیت کنم. خب تیبل نیست به نام استودنت چند کالم داشته باشه، کالم های چی ها باشن. پس به این شکلی که نه قوس باز بکنین و در آخر باز قوس بسته میکنیم و اینا لیست میکالم. ببین که دیتابیس هم کوئری ها در زبان SQL مثل پروگرامینگ در جاوا هست، باید آخر سمی کالم تایپ بکنین، اگه نوشته نکنین اجرا نمیشه. و اینا ببین کالم ها رو بگین خیلی کوتاه هم بگین تیبل استودنت، حداقل کالم های ضروریش بگین. برای مثلا میخواین چه معلومات رو ذخیره کنین؟ آیدی که داشته باشه استودنت آیدی. میخواین اگر کالم ها رو اول نوشته بکنم نیم فادر نیم ها، فون، ایج، هر چیزی که میگین. و برای مثال امروز کافی است، نمیخوایم زیاده ادامه بدیم. نه برای تسکیه جنسیت، تاریخ تولد، کدام 15 است، کدام دیپارتمنت، همه رو شما اضافه بکنید. بازم به این شکل درست نیست. دیتابیس اصلا میخواد که شما نوعیت رو مشخص بکنید، مثل که در پروگرامینگ واریبل میسازیم دیتا تایپ تعیین میکنیم، حالا هر کالم باید نوعیتش مشخص باشه. در کالم عدد ذخیره میشه یا حروف. و خیلی از تایپ ها بین دیتابیس و پروگرامینگ مشترک است و بعضیشون هم مشترک نیستن. پس بگین آیدی باید از نوع چی باشه؟ آیدی یک عدد است که مطمئنا پس میاد تایپ اینتیجر باشه، نیم از تایپ حروف باشه. آفرین. اما در دیتابیس تایپی به نام استرینگ نداریم. این در پروگرامینگ بود. تایپ اینجا داریم وار 4 هست، ولیان کاراکتر، یعنی میتونه چندین حروف باشه، میتونه کم و زیاد هم شه. نام یک شخص 3 حرف است، نام کسی 5 حرف است، نام کسی 10 حرف است. پس کم و زیاد هم میشه. حد اکثر رو تعیین کنیم 10 حرف، 20 حرف، 8 تا که میگن اختیاری است دیگه، مطمئنا 32. پس این ماکسیمم لنت میشه. فادر نیم باز همین شکل است، یک نام هست دوباره. پس این وار 4 20 و کلام ها رو توسط کامه هم جدا کنیم. فون 4 اما عدد نمیگین اینتیجر، چون اگه اینتیجر بگین این عدد صحیح و عدد صحیح با صفر آغاز نمیشه. پس این درست است که شما تلفن ارقام هست، اعداد هست، اما عدد طبیعی عدد اینتیجر صحیح نیست واقعا. و بازم میتونیم بگیم اینا فون که تعداد ارقامش کم و زیاد میشه. همیشه تلفن‌ها در افغانستان 10 رقم هستن دیگه. پس وار 4 هم حتی نمیگم، وار وریانت کم و زیاد بشه، مثل وریبل متحول متغیر تغییر نمیکنه طولش. همین شماره تلفن‌ها 10 رقمی هستن. پس میگیم 4 تا. سوالی نداریم. این تیبل دی حالت میتونیم بسازیم برای مسئله که قبلا خواندیم دیتابیس. بگین یک مسئله دیگه اضافه کنیم. آیدی مثلا استودنت آیدی با چی باشه؟ دیتیبل پرایمری کی باشه، عامل شناسایی و تشخیص یک محصول میتونه نامشان باشه. من بگم مثلا بنام احمد دیلیت کنم و دیگه یک نفر دیلیت نمیشه، چندین نفر نام پدر، شماره تلفن، میدونین که هیچ کدوم اینا آیدنتیفایر نیستن. آیدنتیفایر تیبل باید کالمی باشه که نه تکرار بیه و نه هم خالی بودن نه اجباری باشه. مثلا هر مسئله باید آیدی داشته باشه، آیدیش هم نمیتونه تکراری باشه. پس این مسئله دیتابیس اگه دوستان یاد بگیرین، اگه نه مثلا اهمیتی برش ندین، میتونه دیتابیس کسی دیگه دیزاین کرده باشه. نام کالم، نوعیتش و پیشوش نشه میتونه پرایمری کی. اگه بگین آیدی مثلا من تایپ بکنم شماره بتون 1 2 3 4 یا اتومات خود به خود قیمت بگیره دیگه. پس اینجا اضافه کنیم آتو اندرسکور اینکریمنت که شماره مستسل باشه. اما موضوع به پایان رسید. سوالی نداریم. اگر پرایمری کی آتو اینکریمنت هم نشه نمی‌کردیم بازم مشکلی نبود، تیبل ساخته میشد. من خب گفتم که دیزاین دیتابیس خوب باشه. سمی کالم اضافه کردم، کوئری رو ترمینیت کردیم، رن کردیم، این طرف فشار دادم، کوئری اوکی، زیرو افکتد. تیبلی به نام استودنت ساخته شد. پس دوباره تیبل ها رو لیست کنیم. شو تیبلز. مثلا می‌بینیم که در دیتابیس OOP تیبلز این OOP در داخل دیتابیس OOP تیبل هایی که داریم یک تیبل است، تیبل استودنت. دیتایی داره آیا؟ مستری وجود داره؟ نه. مثلا میتونیم مستری رو ثبت بکنیم، اینسرت بکنیم، اد بکنیم، راجستر بکنیم. پس بگیم insert into، میگیم به کدام جدول اینسرت کنیم؟ استودنت. چه مقدارها چه قیمتایی رو اینسرت کنیم؟ پس values قوس باز بسته است می‌کنم، کوری رن میشه. در مابین قوس با چی رو نوشته بکنیم؟ دانه دانه برای هر کدام از این کالم ها مقدار تعیین بکنیم، قیمت تعیین بکنیم. برای آیدی من قیمتی نوشته بکنم؟ نه، او اتو اینکریمنت بود، اون مسلسل بود. پس نمیشه که نوشته نکنین، هیچ چیز جایش خالی بانی. میگیم نل، یعنی را نوشته میکنم که من مقداری باشه نمیتونم خالی، من باش خالی را دادم، اما خودش قیمت میگیره اتوماتیک. نام رو بگیم یادتون که نرفته شخص اوله. بعد نام پدرش بگیم و بعد از اون هم چی بوده؟ فون بوده. اون مقدارهایی که کلام هایی که حروف از تکست است مابین سینگل کوتیشن قرار بدین. در دیتابیس یادتون باشه که استرینگ نداریم، دابل کوتیشن نیست. در دیتابیس کلمات مقدار حروفی داخل سینگل کوتیشن قرار میگیره. بعد از کامه هم جدایشان بکنیم. بعد هم شماره تلفن با که میبینید شماره تلفن هست، اما مابین سینگل کوتیشن قرار میدیم چون تایپش کار 4 کاراکتر گفته بودیم 10 حرف. بهش سوالی نداریم.
میرم اینسرت کردم کوری اوکی وان رو افکتد پیش دیدین که تیبل که ساختیم گفت 0 رو، چون با ساختن تیبل روی به وجود نمیاد، اما اینا میگه یک رو چرا اینسرت شد به وجود آمد. سلکت کنین، انتخاب بکنین، ببینیم در جدول استودنت ذخیره شده. چقدر ساده است. سلکت آل ستاره آل فرام استودنت و کوری رن میکنم. پس ببینید آیدی مؤثر مطرح نکرده بودم، اولی مؤثر بود، پس آیدیش خود به خود یک شد، نام شری، نام پدر احمد، اینم تلفنش، و به همین ترتیب میتونید اینسرت این تو احمد محمود و اشخاص بعدی را راجستر بکنید. سوالی نداریم؟ نمیخوام براتون دیتابیس درس بدم، فقط این دیتا باید موجود بود که یک مثال کار میکردیم. بازم میگم اگر موضوع دیتابیس یاد ندارین، آشنایی ندارین، قبلا مضامین دیتابیس نخوندین، هیچ تشویش نداشته باشین، چون بعداً میخوانین. و بازم در پروژه واقعی، در پروژه بزرگ همیشه هم قسم هست که دیتابیس دیولپر، دیتابیس دیزاینر یک شخص هست و پروگرامر شخص دیگه ای هست. شما میتونین که بالای فقط اینترفیس پروژه کار بکنین، کدهای جاوا و مثلا دیتابیس با کسی دیگه سپرده بشه. اما ببینید که پروگرامر جاوا هم وقتی که کد نوشته میکنین باید همین موضوعات اولیه دیتابیس، تیبل، رو و یک مقدار از کوئری ها رو بلد باشین. خیلی خب ادامه بدیم در قسمت جاوا. برگشتم نت بینز، پس کانکشن ایجاد کردیم، اینا میخوایم که کوئری رن بکنیم. گفته بودیم که از سه کلاس استفاده میکنیم برای دیتابیس کانکتیویتی، اساسا نیاز به تشریح نداره که کلاس کانکشن برای چی است؟ برقراری ارتباط. پس بگیم استابلیش کانکشن، ارتباط ایجاد بکنه، و استیتمنت فرمان معنا میده دیگه، نه استیتمنتی که در پروگرامینگ هم داشتیم. پس توسط این میتونید که استیتمنت ها را، فرمان ها را که در دیتابیس به نام کوئری یاد میشه، کوئری ها را میتونید که رن بکنین از طریقش. همین که میگیم اینسرت کنه، اضافه کنه به یک جدول، حذف بکنه، انتخاب بکنین، ببینید کوئری ها را میتونید به رن بکنین. ریزالت ست معنا کنید ست، مجموعه از ست، بله، برای ریزالت نتیجه. پس نتیجه کوئری ها رو میتونید در چه ذخیره بکنید؟ در ریزالت ست. و خصوصا زمانی که روها رو شما سلکت میکنین، هر زمان کوئری که اجرا میکنین، نوشته میکنین، باعث انتخاب روها بشه از تیبل، پس میتونید نتیجه او رو در ریزالت ست ذخیره بکنید. اما ممکنه که ما کوئری اجرا نکنیم که روها رو انتخاب بکنیم، مثلا امیال دیدین اینسرت کنیم، در صورت آیا روی سلکت میشه، یا بریم دیلیت بکنیم، در صورت روی سلکت نمیشه. پس نه که بگیم حتما در هر مثال، در هر موضوع شما حتما باید از ریزالت ست هم استفاده کنید، نه، فقط در ریزالت ست روها ذخیره میشن. ممکنه هیچ روی اصلا انتخاب نکرده باشیم، پس کار ما با استیتمنت به پایان میرسه. اینا رو ببین object استیتمنت رو بسازیم. استیتمنت استی، چون قبلا پکیج اسکیول همین کلاس رو ایمپورت کردیم، پس نباید که از کلاس استیتمنت ارر بگیره. اسپل من اشتباه نوشته کردم، ببینید از پکیج اسکیول قبلا ایمپورت کرده بودیم. پس اگه واریبل صرفا دیکلر می‌کنیم مشکلی نیست، اما اینستانشیت می‌تونیم. دیدین که این هم اینترفیس بود دیگه، شکلش رو ببین دوباره، پابلیک اینترفیس استیتمنت. پس نمی‌تونیم نیو استیتمنت بگیم، بازم باید یک متد، یک کلاس کمکی باشه. برای ساختن استیتمنت از کانکشنی که ارتباطی که ایجاد کردیم استفاده می‌کنیم. آبجکت کلاس کانکشن که به نام کانسیون ساختیم، متد کرییت استیتمنت داره. پس اینا رو کال بکنیم. کرییت استیتمنت که از تایپ چی بازگشت میده؟ استیتمنت. پس خیلی ساده، طرف چپ استی از نام استیتمنت است، طرف راست هم ای از نام استیتمنت بازگشت میده. پس با کانکشن گفتیم که استیتمنت رو به وجود بیاره، بسازه، کرییت استیتمنت. پس پارامتر نیاز نیست نوشته بکنید، فقط صرفا متد کال بکنید. سوالی نداریم؟ این هم مثل دوم، قدم دوم بعضی کانکت شدیم. اینا رو میتونیم با استیتمنت کوئری اجرا بکنیم. پس بگین آبجکت استیتمنت ساختیم، استی متد چی داره؟ اکزیکیوت داره. پس اینجا ببینید که متد اکزیکیوت اوورلود های مختلفی داره. یکی متد اکزیکیوت هست و یکی متد اکزیکیوت کوئری هست. در حالی که اگه ببینیم متد اکزیکیوت چی ریتورن میکنه؟ بولیان. پس این برای عملی ها باشد، میشه نمیشه، یه کاری انجام میدیم، حذف میکنیم، اضافه میکنیم، تغییر میاریم، یا موفق میشه یا نمیشه، ترو فالس. اما وقتی که روها رو انتخاب میکنیم گفتیم باید ریزالت، نتیجه او رو ذخیره بکنیم. روها که دیگه نمیتونه بولیان باشه، دیتای مسئله مشخصات مسئله انتخاب میکنیم، او که نمیتونه بولیان باشه. در اون صورت بله، اگر خواستین که سلکت کنین، انتخاب بکنین، نمایش بدین، پس اکزیکیوت کوئری برش بگین. و فعلا من میخوام این کارو بکنم که نام اون شخص از دیتابیس براتون انتخاب بکنم. پس میگم اکزیکیوت کوئری. پس قبل از اینکه نوشته بکنم ریتورن تایپ این متد بخونید، خواندین بیشتر. اکزیکیوت کوئری از نام چی بازگشت میده؟ ریزالت ست. پس همین مشکل بعدی هم حل شد. ریزالت ست همین اینترفیس است. وقتی آبجکتش رو میسازیم ریزالت ست آر اس مثلا نیو ریزالت ست که نمیتونیم بگیم، اما ریتورن تایپ خود متد اکزیکیوت کوئری ریزالت ست هست. مثلا میال نوشته کنم این طرف میتونیم میره چی ذخیره بکنیم، آید واریبل آینتی میتونم ذخیره بکنم، اکزیکیوت کوئری از نام چی بازگشت داد؟ ریزالت ست. پس این طرف واریبل که بزنیم باید از نام چی باشه؟ ریزالت ست باشه. اینا رو ببین، پس مشکل ما در ساختن آبجکت اینترفیس هم برطرف شده. ریزالت ست مثلا به نام ایکس گفتم فعلا برش، یه بهتر است شکل نباشه، بگین رو یک رو هست دیگه. خیلی خوب، البته روز بگین، همین روها دیگه ذخیره میشه، نام اختیاری است. ما اینا رو میتونیم که اینجا کوئری رو نوشته بکنیم. بیشتر دیدین کوئری که نوشته که با بس انتخاب معلومات محصول شد، select ستاره all from student. پس هم کوئری رو اینجا نوشته بکنیم، بگین مثلا ببینیم که متد اکزیکیوت کوئری یک پارامتر قبول میکنه از نام استرینگ که خود SQL منظور کوئری هست دیگه. پس برش میام اینجا نوشته میکنم که select all from student. پس اینجا یعنی شما میتونید هر کوئری رو نوشته بکنید، مثلا که خواندین SQL رو میدونین، میتونید بگین insert into از همینجا یک مسئله جدید اضافه کنین، میتونید بگین delete from یک مسئله از جدول حذف بکنین، مشخصات یک مسئله تغییر بدین، بگین update کنه student رو. هر کوئری رو میتونید اینجا نوشته بکنید، البته نه با متد اکزیکیوت کوئری، چون دیدین که چی بازگشت میداد؟ روها رو در صورت اپدیت کردن دیلیت کردن روی انتخاب نمیشه. این رو باید با اون متد چی اجرا کنیم؟ اکزیکیوت. دقیقاً اکزیکیوت خالی، نه اکزیکیوت کوئری که بولیان باشه. اما وقتی که سلکت میکنین چرا اکزیکیوت کوئری میکنین؟ select all from student. سوالی ندارین؟ پس اینا رو بگین کدام محصل در این واریبل ذخیره میشه، انتخاب میشه. آیا ما مشخص کردیم که کدام محصل رو انتخاب بکنه؟
نه، پس یک کوری باعث انتخاب همه محصلین میشه. اینکه فعلا فقط ما علی یک شخصی یک محصل داریم، میتونست این اشخاص دیگه هم باشن دیگه. پس یک کوری همه محصلین را، همه روها را انتخاب میکنن، نه فقط یک رو را. و همین مفهوم ریزالت ستی مجموعی یک کالکشنی از چی است؟ از روها، از نتیجه‌ای که انتخاب شده. پس به همین خاطر شما میتونید در ریزالت ست بین روها جابجا شوید. میتودهای مختلفی داره. اینکه واریبل روز اما چی است در حقیقت؟ آبجکت کلاس ریزالت ست هست. ریزالت ست میتودهای مختلفی برای جابجایی داره. اگه میخواین هر بار بر روی بعدی برین، پس خیلی ساده میتود چی رو کال میکنین؟ نکست را. اگه بخواید که بر روی قبلی برین، پس میتونین اصلا بخواید به ابتدا اولین رو بیاین بیفور فرست کال بکنین. میخوایم به آخرین رو بریم، متد لاست کال بکنیم. میبینید ریزالت ست متدهای برای جابجایی بین روهای تیبل داره. خب پس اینجا ببینید من هم میگم زمانی که یادتون باشه روها رو انتخاب میکنین، کرسر یعنی شکل پوینتر پیش از اولین رو قرار داره. این وقتی که روها رو انتخاب کردیم، حتی همین اولین رو مستقیما خوانده نمیتونید، چون کرسر در اینی نقطه است در حقیقت شکلش بهتون نشون بده. پوینتر وقتی که میخوایم بگین حتی اولین رو بخونه، برای اولین رو هم یک بار چی بگین؟ نکست بگیم که کرسر به چی به روی اول بیه. پس یادتون باشه وقتی که روها رو انتخاب کردین مستقیما استفاده نمیتونید، تا زمانی که به روی کارسر حداقل چی بگین؟ یک بار متد نکست بگین. move the cursor forward one row from its current position. پس کرسر یک رو به خط بعدی، یک روی بعدی انتقال میده. حتی برای اول باید میگه بگیم. خیلی خوب، انال کرسر در روی اول قرار داره و از طرفی ما میدونیم که فعلا یک رو هم وجود داره، میتونه که بیشتر هم باشه. انال ما کرنت رو روی فعلی هست. هر مشخصه که خواسته باشین، آیدی، نام یا نام پدر یا تلفنش میتونید بعدش بیارید. این تلفن رو براتون نشون بدم. پس ریزالت ست متدهای گیتر هم داره. مثلا آبجکت ریزالت ست ما روز بود نوشته میکنم دات انال گیتر متد داره از تایپ های مختلف. میتونید بگین get string get byte get int get date get double get float. از تایپ های مختلف پروگرامینگ میتونید دیتا ها رو بعدش بیارید. پس برای فون چی بگیم؟ get string. ببینید هم گیج نشین، تعجب نکنید که تلفن هم گفتیم نمبر نبود، عدد نبود، اینتیجر نبود، یک تعداد ارقام هست ولی یک عدد صحیح نیست دیگه. پس اونم میگم get string بکنن. بعد اینجا میتونین که شماره کلم رو نوشته بکنید، ایندکس کلم رو یا نام کلم رو نوشته بکنید. اگه ایندکس کلم بگین فون ایندکس چندم میشه؟ آفرین، سوم میشه. 3 1 2 3 کالم چهارم که ایندکسش 3 میشه. که از این روش هم استفاده میکنیم بعدا در پروژه ها. اما اگه بخوایم مستقیما اشاره کنیم، مطمئنا از شماره کالم کرده نام کالم آسان تر است که نباید حفظ بکنین یا بشمارین. پس میتونم نام کالم رو هم به شکل استرینگ اینجا نوشته کنم. کالم فون را گیت کرد از تایپ استرینگ براتون بازگشت داد. پس این طرف میتونید یک واریبل رو ذخیره بکنید یا مگه می‌خواستین مستقیما ازش استفاده می‌کردین. سوالی ندارین؟ موضوع به پایان رسید. فون را از او تیبل استید از روی اول انتخاب کردین. اینا لگه می داخل یک لیبل نشان بدین، یک جی لیبل باید قبلا اونجا در روی فرمت کرده باشین که در روی خود فارم نشان بدین. در لیبل ست تکست کنین، در جای قبلی سوینگتون یا داخل یک تکست فیلد تکست باکس بیان ست بکنین. برای اینکه هیچ چیزی هم در روی فریم ندارین، من در باز مسیج گرافیکی جی آپشن پنل را نشان بدم. بعد شو مسیج دایلوگ پرندیس و فقط فون را نشان بدم. سوالی ندارین؟ اجرای کد به پایان رسید. مثلا همین کد در کجا نوشته شده بود؟ دکشن پرفورم د بتن. زمانی که بالای بتن کلیک میکنم میبینید از اون رو شماره تلفن بده سوال براتون نشان داد. این فقط یک کلم، مطمئن که اینا میتونید دیگه کلم های رو بعدش بیاریم و نشان بدیم. یا هم بی مثلا همین روها رو اینجا لیست بکنیم در داخل یک جی تیبل که ادامه درستون بر روز بعدی است. سوالی نداریم؟